بدونه واسه قصرها درست کنیم، از قصر درست کنیم. همین بچه من حالا یه چیز دیگه است. خب بچه ها تو رو میذاریم چون اینا رو که گذاشتیم بچه ها میذاریم تا اینا برسن به پایین. خب بچه ها موقعی که مال شما مثل مال من اینطور رسید پایین میانیم بالا، اون دوتا بلاکی بود و بیاریم بالا، یه دوتا آب میذاریم 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 تا برسه به پایین و دار من نتیجهش براتون نه نمیخواد. نتیجهش خیلی واقعا خیلی زودتر از ما زد میکنه. آره بعد که این خوش شد ما میریم بالا و این میکنیم و میایم بکنیم. بچه الان این آبی که تموم شد داره. حالا وقتی که آب رسید به پایین میایم اینجا و این دو بلاک رو میکنیم. خب بچه حالا ما رسیدیم جای میذاریم و بله شما یه خونه خیلی به شدت بزرگ داریم. بچه میدونم شاید اصلا بعضیتون خونه داداش خیلی طول میکشه ساختنش، یعنی طول میکشه مثلا کاراشو انجام بدید، طبقه بندی کن چیکار کن، ولی این مثلا برای کساییه که مثلا میخوان مثلا طبقه زیاد درست کنن، مثلا میخوان 3-4 تا طبقه الماس چست درست کنن، 3-4 تا اتاق خواب، 3-4 تا اینا مثلا برای این خونه مثلا برای اینا که مثلا میخوان وقت بذارن و یه برج خیلی باحال درست کنن، به جاش میان همچین کاری میکنن و یه برج به شدت باحال و خفن داریم. بچه این ویدیو رو اگه ندیده بودین برین تو کانال هم، یه ویدیو اینجا گرفتم که گفتم بذار هری لایک کنین و اینا، برین توی کانال این ویدیو رو ببینین. اگه خوشتون اومد لایک و ساب کنین. بچه خدا نگهدار شما تا ویدیوهای بعد. خدا فعل.